توی آموزش قبلی که تمرین کردیم روی پا چطور با شونه و قیچی کار کنیم، توی این قسمت میخوایم آناتومی پشت سر و تقسیم بندی رو براتون آموزش بدم. خب خدمتتون عرض میشه بچه‌ها، فکر کنید یک نمای پشت سر هستش. ما میخوایم تقسیم بندی کنیم. اولین قسمتی که ما بخوایم با شونه و قیچی کوتاهی رو انجام بدیم. ببینید بچه‌ها، از وسط سر ما یک لاینی میگیریم، اسمش رو میذاریم لاین 1. این قسمت وسط سر بچه‌ها ببینید کوتاهی پشت سر ما میخوایم انجام بدیم و این شونه هستش که ما میخوایم داخل مو ببریم بچه‌ها. ببینید آموزشی که من طبق تصویر دارم براتون توضیح میدم که جلسه قبلی هم بهتون گفتم چجوری ما لاین رو انجام میدیم. بسته به کوتاهی مو، بعضی از مشتری‌ها دوست دارن یه مقدار سرقیچی بخوره، شونه میره داخل حجم مو، بیشتر میاد عقب که ما بخوایم سرقیچی رو انجام بدیم. ببینید بچه‌ها، دوباره مو میره باز میاد. اگر مشتری خواست کوتاه‌تر بشه، شونه میره حجم مو یه مقداری میاد جلو. خب این لاین رو که کوتاه کردیم بچه‌ها، لاینای کنار برابر، یعنی شماره 2 فرق نمی‌کنه. دوست داشتین از سمت راست یا دوست داشتین از سمت چپ انجام بدیم. فقط بچه‌ها نکتهش اینجاست که حواستون باشه زمانی که شما این لاین رو کوتاه کردین، یک مقدار شونه‌تون ببینید باید از لاین کنار رو داشته باشه که به عنوان الگو استفاده کنین ازش. ببینید بچه‌ها، زمانی که میارین جلو کوتاه میکنین، یک قسمت ببینید اینجا رو دارم توضیح میدم، مو که اومد بالا، یک مقدار از موی لاین وسط باید لاین دوم هم باشه که به عنوان الگو استفاده بشه ازش. ببینید یعنی وسط باید قرار بگیره، دقیقاً اینجا قرار بگیره. خب دوباره لاین کنار بچه‌ها، یک مقدار از موهای لاین 1 رو داخل لاین 2 بیارین که به عنوان الگو ازش استفاده کنید، بسته به میزانی که مشتری میخواد کوتاه بکنه. لاین 1 و لاین 2 با هم دیگه که بلندی بیشتر خودشون نشون بده. خب حالا این لاین رو کوتاه کردیم. لاین 3 بچه‌ها به همین صورت هستش، یک مقدار از موهای داخل لاین 2 باید داخل لاین 3 باشه که به عنوان الگو استفاده بشه. خب حالا باز این قسمتمون پشت گردن بچه‌ها، ببینید سر مشتری زمانی که شما میخواید خط پشت گردن رو بگیرید، سر مشتری نباید خیلی بره پایین، نه خیلی صاف باشه مثل این. یک مقدار باید بچه‌ها سرش پایین باشه، یک مقدار، یعنی نه اینجوری باشه نه اینجوری باشه. یک مقدار از مشتریتون بخواید که سرش رو پایین بگیره و خط پشت گردن رو بچه‌ها نه خیلی بالا بگیرید از این قسمت، نه خیلی پایین بگیرید. ببینید از قسمت وسط گردن خطگیری هم که به این صورت از وسط میگیریم. در ادامه بچه‌ها حالا اومدیم تقسیم بندی رو سر مانکن انجام بدیم. ببینید بچه‌ها، این میشه لاین وسط، میشه لاین 1 تون که نوشتیم. حالا ما میخوایم این کوتاهی رو انجام بدیم. شونه رو میگیریم، قیچی. خب بسته به مقداری که مشتری میخواد گفتیم کوتاه بکنه، اگر سرقیچی باشه بیشتر میاد جلو تا کمتر مو کوتاه بشه و قیچی و شونه مماس هم. دوباره شونه میره داخل مو میاد عقب، دوباره به همین صورت. خب بچه‌ها، حالا از بغل میتونید نگاه بکنید که زاویه شونه و قیچی به چه صورت هستش. ما توضیح دادیم که لاین وسط لاین 1 هستش بچه‌ها. ببینیم شونه میره داخل مو میاد عقب. همیشه دقت کنید بچه‌ها، این لبه های شونه باید به سمت خودتون باشه، اینجوری کوتاه نکنید بچه‌ها. زمانی که مو میره داخل شونه میره داخل مو میاد عقب، لبه های شونه به سمت خودتون باشه. ببینید می‌خوایم بچه‌ها کوتاهی لاین 2 رو انجام بدیم. به خاطر اینکه بخوایم کوتاهی لاین 2 رو انجام بدیم، باید یک مقدار الگو از لاین وسط داشته باشیم، یعنی این قسمت رو باید بگیریم بچه‌ها. ببینید شونه میره داخل مو میاد به سمت خودتون، دندون‌ها سمت خودتون، کوتاهی. دوباره شونه میره داخل مو، دندون‌ها به سمت خودتون، کوتاهی. ببینید این لاین رو باید بگیریم، یعنی یک الگو باید از لاین اول و لاین دوم داخل شونه باشه. خب حالا باز این صورت. حالا می‌خوایم لاین 2 رو اینور کوتاه بکنیم، با یک مقداری الگو داشته باشیم بچه‌ها.
خب حالا باز میایم لاین 3 به بغلای سر نرفتیم، این قسمت رو میخوایم کوتاه کنیم. دوباره باز از لاین 2 یه الگو برمی‌داریم، داخل الگوی 3 قرار میدیم. خب حالا میریم به کنارهای سر بچه‌ها. حالا کنارهای سر میتونه 2 تا قسمت داشته باشه، میتونه 3 تا داشته باشه، هیچ مشکلی نداره. خب حالا شما میخواین این قسمت رو کوتاه بکنید، دوباره باز الگو از قسمت سوم برمی‌داریم و داخل شونه قرار میدیم. این قسمت هم به همین صورت بچه‌ها. گوشو میخوابونید، حالا تو قسمت عملی براتون توضیح میدم تو کلیپ‌های بعدی. گوشو میخوابونید، مو قشنگ میره داخل سر، میاد عقب، کوتاهی. دوباره شونه میره، مو رو میگیره، میاره عقب. دوباره شونه میره تو، مو رو میگیره، میاد عقب. به این صورت. ما به قسمت بالای سر بچه‌ها فعلا هیچ کاری نداریم، فقط دور سر داریم آموزش میدیم. خب بچه‌ها حالا میخوایم در ادامه تقسیم بندی و کوتاهی بالای سر رو براتون توضیح بدم. خب من مانکن رو بچه‌ها میچرخونم سر مانکن رو که از جلو براتون توضیح بدم. خب ببینید بچه‌ها، همینجور که ما تقسیم بندی رو برای پشت سر انجام دادیم، از اینجا از قسمت شقیقه یه خط میکشیم بچه‌ها برای خودمون فرضی. حالا میتونیم این قسمت‌ها رو با گیره جدا کنیم از دور سر، یا قسمت حالت ذهنی برای خودتون از قسمت شقیقه یه خط بکشید. خب حالا اولین لایه بچه‌ها از جلوی سر رو، این میشه قسمت 1 که میشه قسمت الگوتون. میخوایم کوتاهی رو انجام بدیم. خب بچه‌ها موها رو میدین کنار، یه قسمت از اینجا برای خودتون لاین باز میکنید و با شونه و قیچی، شونه میره داخل موی سر بسته به اینکه مشتری چقدر میخواد موهاشو کوتاه بکنه. اگر گفتیم سرقیچی بچه‌ها میخواد کوتاه کنه که شونه رو بیشتر میکشین سمت خودت، دندونا بیشتر به سمت خودتون بیاد و کوتاهی، و دوباره از این قسمت باز کوتاهی رو انجام میدین. ببینید میاد بالا، شونه داخل مو میاد بالا، کوتاهی. خب حالا بچه‌ها قسمت لاین کنار رو میتونید از این طرف شروع بکنید یا از این طرف، اصلا مهم نیست. به خاطر که لاین 2 رو بچه‌ها کوتاه بکنید تا قسمت فرق سر، باید یک الگو باز از قسمت اول بیارید داخل قسمت دوم. خب ببینید بچه‌ها این قسمت رو می‌خواید دوباره کوتاه کنید. خب باز قسمت سوم بچه‌ها که میشه به بغل سر، کوتاهی بغل سر، دوباره شونه میره داخل. تمام. خب حالا این قسمت دوباره بچه‌ها باز یک الگو یک مقداری از موهای قسمت اول رو داخل دوم قرار میدیم، شونه میره داخل موی سر، میاد بالا، کات. خب این قسمت هم بچه‌ها به همین صورت. بچه‌ها در ادامه قسمت بالای سر رو می‌خوایم کوتاهی رو انجام بدیم و این یک نکته داره که خیلی از هنرجوهای خودم، حالا بچه‌ها سوال می‌کردن که قسمت بالای سر رو میشه جور دیگه هم کوتاه کرد، مدل‌های دیگه هم داره یا نه. خب تو این قسمت بچه‌ها می‌خوام براتون توضیح بدم. اگه یادتون باشه تو کلیپ اول کار با شونه با قیچی بهتون توضیح دادم که بچه‌ها قیچی باید به این صورت تو دستتون باشه. حالا می‌خوایم انگشتی براتون کوتاه کنم. به این صورت شونه و قیچی تو دست راست. خب لاین بندی هم که بچه‌ها یاد گرفتید، لاین 1 رو ما میایم مو رو به این صورت، شونه میره داخل مو، میاد بالا، اینجا قفل می‌کنیم مو رو بسته به کوتاهی مو. اگر مشتری خواست سرقیچی کوتاه بشه، دستتون رو بچه‌ها میاری بالا، این انگشت کوچیکن فراموش نکنید بچه‌ها که دستتون نلرزه. کسایی که مبتدی هستن برای ابتدا اگه دستشون میلرزه میتونن این انگشت رو اهرم کنن بچه‌ها. کوتاهی. خب دوباره باز شونه، این قسمت رو بچه‌ها ول نکنین، این قسمت رو ول نکنین، میاد داخل لاین بعدی، قسمت بعدی، دوباره باز اینجا رو میگیری میاریم بالا، کوتاهی رو انجام میدیم، میاد بالا. خب دوباره این مو رو ول نکنید بچه‌ها، قسمت بعدی، دستتون رو دوباره انتخاب میکنید. خب این تا فرق سر بچه ما انجام دادیم. حالا برای قسمت بغلای سر رو میخوایم انجام بدیم. دوباره چون که بخوایم این قسمت لاین 2 رو کوتاهش انجام بدیم، یک مقدار از لاین 1 به صورت الگو برمی‌داریم.
دوباره شونه میاد توی مو، میاد بالا، این قسمت کوتاه، دوباره شونه، مو رو میگیرید، انگشت میاد بالا، من اینا تو کلیپ های بعدی بچه براتون روی سر انجام میدم که بهتر متوجه بشید. خب قسمت کنار سر رو داریم، دوباره باز شونه میره بالا، مو رو میگیریم، کوتاهی. بچه زاویه شونه رو نگاه بکنید، چون بغل سر شما به بغل سر اینجور بگیرید، نه اینجوری، نه جور دیگه. ببینید میاد بالا تا قسمت فرق سر. خب بغل سرم دوباره همینجور یه مقدار الگو میگیریم از این قسمت، مو رو میگیریم، خب باز این قسمت خب الان بچه کامل بالای سر ما کوتاه کردیم، پشت سر رو کوتاه کردیم، بغل رو کوتاه کردیم، جلوی سر اگه مویی باشه بچه ها یه مقداری به سمت پایین ریزیم. جلوی سر حالا اینجا تصور کنید که اینجا مو داره، موها رو شونه میکنید به سمت پایین. زمان که شونه کردیم بچه ها مو رو سعی کنید از این قسمت ابرو کوتاه کنید، خیلی بالا نبرید. وقتی بالا ببرید مو دیگه حالت نمیگیره، زمان 3 بار بزنید موها خورد کوتاه میشه و میرزه تو صورت مشتری. سعی کنید دیگه بالاترین جایی که میگیرید این قسمت باشه، رو ابرو باشه. ببینید از اینجا زمانی که دارین قیچی رو میزنید بچه ها حتما حواستون باشه این انگشتتون رو به این صورت بگیرید و نوک قیچی به سمت بیرون باشه، اینجوری نگیرین بچه ها. من خیلی از هنرجوها بودن اینجوری خط گرفتن، این قسمت های سر و صورت رو زخمی کردن. ببینید نوک قیچی به سمت بیرون. خب این ورم باز این طرف قرار میگیرید،